سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. من امیرعلی هستم و خوش اومدید به چنل خودتون، این چنل الکترو گیم. بچه‌ها این چنل همال انگار من ویدیو انگار با هم میذاریم، یعنی من و ابوالفضل. حالا ابوالفضل هم بچه‌ها بعد انگار میگم سلامتی بکنه. قبلش بچه‌ها ممنون میشم ویدیو لایک کنین، چنل رو ساب کنین و زنگوله رو هم فعال کنین. خب بچه‌ها یه سلامتی بکنین، من توضیحات رو بهتون بدم و هرچند بچه‌ها تو این ویدیو توضیح ندادم تو کامنت ها بنویسین، من همه کامنت ها رو جواب میدم. حالا یه سلامتی بکنین سراغ ادامه ویدیو. سلام رفقا، ابوالفضل هستم و اومدیم بهتون کانالمون معرفی کنیم. بچه‌ها حتما کانال ما رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید. میخوایم یک ویدیوهایی بذاریم که تو حالا هیچی اصلا شبیه ویدیو ندیدید. آموزشی، معرفی بازی، آموزش، گیم، ویدیوهای خفن، فان، ویدیوهای خفنی میذاریم دیگه. بریم بقیه آیتم ها رو امیرعلی بهتون بگه. خب بچه‌ها مثلا شاید سوال بشه الکترونیک یعنی چی؟ بچه‌ها گیم یعنی بازی، الکترونیک یعنی بچه‌ها الکتریکی، بازی خفن و میشه بازی مثلا الکتریکی و خفن و مثلا خشن و بعد بچه‌ها این از انگار اسم چنل اکامونم بچه‌ها اینه دیگه. من اکم لول 51 که ابوالفضل هم اکش نمیدونم بچه‌ها، فکر میکنم اک چند لولش؟ لول 41 بچه 41 و این توضیح اکامون بود. بچه من برم کل انگار کانال رو توضیح بدم و بریم ویدیو رو تموم کنیم. بچه این کانال چیزای خفنی داره، موضوع خفنی داره، مثل جیم خرج کردنی و حتی گیم های دیگه. مثلا اگه آیتمی چیز داشتن میتونیم خرج کنیم، مثلا بگیریم بخریم. و بچه ها چالش داریم، ویدیو فان داریم، معرفی بازی داریم، آنباکس داریم، بچه ها فری فایر داریم و گیم های دیگر. بچه کلا انگار توضیحات همین بود. اگه انگار توضیح دیگه ای انگار اگه ندادم بهتون تو کامنت ها برام بپرسین، من همه کامنت ها رو بچه جواب میدم. من همه کامنتاتون، یعنی کامنتی نیست که ما جواب ندیم. بچه فکر نمی کنم یه سال دیگه این مونده باشه. اسم کانال رو گفتم، موضوعشم که گفتم، اکامونم که گفتم. خب بچه ها ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، چنل رو ساب کنین و زنگوله هم فعال کنین. و ممنون که بچه ها تا آخر ویدیو با من همراه بودین و تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.